ما همه سهمی از زمین هستیم. سخنان سیاتل، رئیس قبیله سرخپوستان، به زبان مادری در بازدید از شهر سیاتل در سال 1854 در حضور آیزاک استیونز، فرماندار سرزمین واشنگتن و نماینده واشنگتن در مجلس نمایندگان ایالات متحده. رئیس قبیله بزرگ در واشنگتن خبری فرستاد که آرزوی خرید سرزمین ما را دارد. رئیس قبیله بزرگ حرفهایی هم از دوستی و نیتهای خوب برای ما زده است. این لطف اوست، چرا که ما می‌دانیم اون نیازی به دوستی با ما ندارد. اما ما تقاضای او را اندیشه خواهیم کرد، زیرا که می‌دانیم اگر ما سرزمینمان را نفروشیم، شاید مرد سپید با سلاح‌هایش بیاید و از ما بگیرد سرزمینمان را. ولی چگونه می شود آسمان را، گرمای زمین را خرید و یا به فروش رساند؟ تصور این امر برای ما بیگانه است. اگر ما تازگی هوا و یا زلالی آبها را صاحب نباشیم، چگونه می توانیم آنها را به نرخی به فروش رسانیم؟ با این همه ما تصمیم خود را خواهیم گرفت و آنچه را که رئیس سیاتل میگوید میتواند رئیس بزرگ در واشنگتن به آن اعتماد کند. آن چنان سخت و آهنین که برادر سپید به تکرار فصول باور دارد. کلمات من چنان ستارگانی هستند که هرگز غروب نخواهند کرد. هر قسمت این سرزمین برای من مقدس است. هر درخشندگی و برق برگ‌های کاج، هر ساحل ماسه‌ای، هر مه در جنگل‌های تاریک، هر روشنی، زمزمه کوچکترین حشرات در اندیشه و تجربیات خلق من مقدس است. هر شیره‌ای که در درختی شکل می‌گیرد حامل خاطرات مرد سرخ است. مرده‌های مرد سپید سرزمین زادگاهشان را فراموش کردند. هنگامی که می‌میرند در زیر ستارگان تجزیه می‌شوند. اما مردگان ما این زمین باشکوه را فراموش نخواهند کرد، زیرا که زمین برای مرد سرخ مادری است و ما تمامی سهمی از او و او تمامی سهمی از ماست. خوشبوترین گلها خواهران ما هستند. آهو، اسب، عقاب بزرگ برادرانمان. صخره‌ای ترین قله ها، زیباترین بیشه ها، گرمای بدن اسب های کوچک و گرمای بدن انسان ها، همه به خانواده‌ای بزرگ تعلق دارند. و چنین است. اگر رئیس بزرگ در واشنگتن خبری می‌فرستد که آرزوی خرید سرزمین ما را در سر می‌پروراند، انتظار زیادی از ما دارد. رئیس قبیله بزرگ به ما می‌گوید که برایمان مکانی در نظر گرفته، تبعیدگاهی که در آنجا می‌توانیم آسوده و راحت به زندگیمان ادامه دهیم. او خدای ما می شود و ما بندگانش. اما چنین چیزی ممکن است؟ پروردگار خلق شما را دوست دارد و کودکان سرخش را ترک گفته است و خلق شما را روز به روز قدرتمندتر می سازد و به زودی طغیان خواهید کرد، چنان رودخانه‌ای که طغیان می کند پس از یک باران نابهنگام. خلق من اما چون جزری است از مدی که هرگز تکرار نخواهد شد. ما از نژادهای گوناگون هستیم. کودکان ما با یکدیگر بازی نمی کنند و پیران ما قصه گوی افسانه های مشترک نیستند. پروردگار شما را پناهی داد و ما تنها ماندیم. اما ما تقاضای شما را، فروش سرزمینمان را اندیشه خواهیم کرد و این برای من آسان نخواهد بود، زیرا که این سرزمین برای ما مقدس است.
ما از دیدن جنگل‌هایمان لذت میبریم. من نمیدانم روش ما به گونه دیگری است تا شما. درخشندگی و زلالی آبها که در جویبارها و رودخانه‌ها جریان دارند تنها آبها نیستند، بلکه خون اجداد ما هستند. اگر ما این زمین را به شما واگذاریم باید بدانید که آن مقدس است. به کودکانتان بیاموزید که آن مقدس است. و هر تصویر فراری در زلالی آبهای دریاچه ها از وقایع و سنن خلق من سخن میگوید که زمزمه آبها صدای پدران ماست، که جویبارها برادران ما هستند. آنها تشنگی ما را میربایند. رودخانه ها حامل قایق های ما هستند و بچه های ما را به یکدیگر نزدیک می سازند. اگر ما زمین خود را به شما واگذاریم باید این چنین از آن یاد دارید. به کودکانتان بیاموزید که رودخانه ها برادران ما و شما هستند و بایستی از حالا به بعد تنها به رودخانه ها خوبی ارزانی دارید، آنچنان که مرد به برادرانش. مرد سرخ از هجوم مرد سپید امتناع می کند، چنان مه صبحگاهی در کوه ها که از طلوع خورشید پراکنده می شود. خاکستر پدران ما مقدسند. گورهای آنان زمین مقدس است و همچنین تپه ها و درختان و این قسمت از زمین که برای ما مقدس است. ما می دانیم که مرد سپید روش ما را در نخواهد یافت. قسمتی از زمین برای او چون قسمتی دیگر یکسان است، چرا که او بیگانه است. چون غارتگری در شب می آید و به یغما می برد از زمین آنچه که می خواهد. زمین برادرش نیست بلکه دشمنی است و هنگامی که او را غارت کرده و به گامهایش ادامه می دهد، او گورهای پدرانش را پشت سر می گذارد و رنجی به خود راه نمی دهد. از دست فرزندانش می رو باید زمین را و رنجی به خود راه نمی دهد. گورهای اجدادش و حق تولد فرزندانش فراموش شدند. او با مادرش زمین و برادرش آسمان چون اشیایی برای خرید و فروش و به تاراج بردن چنان گوسفندان و یا مرواریدهای درخشان می نگرد. گرسنگی او زمین را خواهد بلعید و هیچ چیز جز کویری بر جای نخواهد گذاشت. من نمیدانم روش ما به گونه دیگری است تا شما. تنها نظر به شهرهای شما در چشم مرد سرخ دردی است. شاید برای اینکه مرد سرخ یک وحشی است و چیزی نمیفهمد. هیچ سکوتی در شهر مرد سپید جریان ندارد. هیچ مکانی تا در آن بتوان جوانه زدن برگها را در بهار دید و یا زمزمه حشرات را شنید. شاید تنها به این دلیل که من یک وحشی هستم و چیزی نمیفهمم. این هجویات دشنامی است در گوشهای ما. چه چیز دیگر در زندگی است اگر انسان فریاد تنهایی گنجشک و یا مناقشه قوکان برکه را در شب نشنود؟ من یک سرخ پوستم و این را نمیفهمم. یک سرخ پوست صدای لطیف باد که سطح برکه را نوازش می‌دهد را دوست دارد و بوی باد که پاکیزه می‌شود از باران ظهر و یا سنگین می‌شود از بوی درخت کاج. هوا برای مرد سرخ ارزشمند است، چرا که تمامی موجودات از همان هوا تنفس می‌کنند. حیوان، درخت، انسان در این تنفس مشترکند. پنداری که برای مرد سپید هوایی که در او تنفس می‌کند محسوس نیست. چونان مردی که از روزها پیش مرده است بی حس در قبال بوی تعفن. اگر ما زمین خود را به شما واگذاریم فراموش نکنید که هوا ارزشمند است
که هوا روح شما را سهیم می کند با زندگی که روح شما از آن پرهیز می کند. باد به پدرانمان اولین دم را ارزانی داشت و با خود برد آخرین بازدمشان را، و باد باید که به کودکانمان روح زندگی بخشد. اگر ما سرزمین خود را به شما واگذاریم، باید آن را همچون مکانی ویژه و مقدس محک زنید، به سان جایی که در آنجا حتی مرد سپید هم مسحور می شود از باد شیرین عطرآگین، از بوی گلهای چمنزار. پیشنهاد فروش زمینمان را اندیشه خواهیم کرد و اگر تصمیم گیریم که آن را به شما واگذاریم، تنها به یک شرط: مرد سپید باید با حیوانات درست مثل برادرانش رفتار کند. من یک وحشی هستم و این را نمیفهمم که 1000 بوفالوی خونالود را دیدم از مردان سپید بر جای گذاشته سلاخی شده از کاروانی گذرا. من یک وحشی هستم و نمیتوانم بفهمم که چگونه میتواند اسب آهنین دودی اهمیت بیشتری داشته باشد از گاوهای وحشی که ما فقط آنها را ذبح میکنیم تا زنده بمانیم. چه میتواند باشد انسان بدون حیوانات؟ اگر تمامی حیوانات بمیرند، انسان در تنهایی بزرگ روحش خواهد مرد. آنچه سرنوشت حیوانات است، سرنوشت انسان خواهد بود. همه موجودات به یکدیگر پیوستند. به هر آنچه زمین مبتلا شود، مبتلا می شود فرزندان زمین هم. به کودکانتان بیاموزید که خاک زیر پایشان خاکستر پدران ماست، تا به سرزمینشان احترام بگذارند. به آنها بگویید که زمین از روح اجداد ما اشباع شده است. به کودکانتان بیاموزید که زمین مادر ماست و هر آنچه زمین مبتلا شود، مبتلا می شود فرزندان زمین هم. اگر مردمان به زمین قی کنند، آنچنان به خودشان قی کردند، چرا که زمین متعلق به انسانها نیست، انسان متعلق به زمین است. این را ما می دانیم. همه چیز به یکدیگر پیوسته است، به گونه خونی که خانواده‌ای را به یکدیگر پیوند می دهد. همه چیز به یکدیگر پیوسته است و به هر آنچه زمین مبتلا می شود، مبتلا می شود فرزندان زمین هم. انسان خالق تار و پود زمین نیست، او رشته ای از آن است. هرچه همیشه شما در نسج آن کنید، به ریشه های خود می کنید. نه، روز و شب نمی توانند با یکدیگر در یک آن باشند. مردگان ما در رودخانه های شیرین دور زندگی می کنند و باز می گردند با گام های آرام بهار و روحشان جاری است در باد، بادی که به روی سطح برکه موج می زند. پیشنهاد مرد سپید فروش سرزمینمان را اندیشه خواهیم کرد، اما مردمان من خواهند پرسید که مرد سپید واقعاً چه می‌خواهد؟ چگونه می‌توان آسمان را، گرمای زمین را و یا سرعت آهوان را خرید؟ چگونه می‌توانیم اینها را ما به شما بفروشیم و شما چگونه می‌توانید آنها را از ما بخرید؟ می‌توانید هر چه خواستید با زمین انجام دهید، فقط به خاطر آنکه مرد سرخ زیر قطعه‌ای کاغذ را امضا کرده و به مرد سپید داده است. اگر ما تازگی هوا و درخشندگی آبها را صاحب نباشیم، چگونه می توانید آنها را از ما بخرید؟ یا چگونه می توانید گاوهای وحشی را بازخرید کنید، هنگامی که آخرین آنها از پا در آمده است؟ ما تقاضای شما را اندیشه خواهیم کرد. ما می دانیم که اگر زمینمان را نفروشیم، مرد سپید با سلاح‌هایش خواهد آمد و سرزمینمان را به غارت خواهد برد. اما ما وحشی هستیم. مرد سپید چندی در قله‌های قدرت خود باور کرده است که خود خدایی است و زمین از آن اوست. آیا انسان می‌تواند مادر خود را تصاحب کند؟ ما تقاضای شما فروش سرزمینمان را اندیشه خواهیم کرد. روز و شب نمی‌توانند در یک آن با یکدیگر باشند. در مورد پیشنهاد شما به تبعیدگاه رفتن فکر خواهیم کرد. ما در حاشیه و در صلح زندگی خواهیم کرد. این چندان مهم نیست که چگونه روزهای باقی مانده عمرمان را به سر آریم. کودکان ما
پدرانشان را سرافکنده و شکست خورده خواهند یافت. جنگجویان ما شرمسار بعد از آخرین شکست روزهایشان را بی هدف با مشروبات الکلی و غذاهای شیرین مسموم خواهند ساخت. این چندان مهم نیست که ما روزهای باقی مانده عمرمان را کجا بگذرانیم. چند صباحی بیشتر از آن باقی نمانده است. شاید تنها چند ساعتی، چند زمستان. هیچ کودکی از قبایل بزرگ که در زمانی در این سرزمین زندگی می کردند و حالا در گروه‌های کوچک از بیشه‌ای به بیشه‌ای دیگر کوچ می کند باقی نخواهد ماند تا به روی گورهای پدرانش مرثیه سر دهد که زمانی قوی و امیدوار بودند به مانند خلق شما. آه، اما چرا باید من برای غروب خلقم غمگین باشم؟ خلق ما از مردمان تشکیل یافتند و نه چیز دیگری، و مردمان به سان امواج دریا می آیند و می روند. حتی سپیدپوستان هم که خدا امروز در پناهشان گرفته است و دوستانه با آنها حرف می زند، نمی توانند از این سرنوشت نهایی سر باز زنند. شاید ما با یکدیگر برادریم، خواهیم دید، اما یک امر را ما می دانیم، آنچه شاید مرد سپید روزی آن را دریابد. خدای ما همان خدای شماست. شما تصور می کنید که او را مالکید، همانطور که در مورد سرزمین ما فکر می کنید. اما این هرگز واقع نخواهد شد. او خدای تمامی مردمان می باشد، یکسان برای سرخ و سپید. این سرزمین برای او ارزشمند است و زخم زدن بر زمین تحقیر خالق اوست. زمان سپید پوستان هم خواهد گذشت، شاید حتی زودتر از قبایل دیگر. ادامه دهید به مسموم کردن بستر خود و شبی خواهد رسید که از بوی تعفن خود از تنفس باز خواهید ایستاد و شما در غروب خلق خود سخت خواهید سوخت با آتش زنه های قدرت پروردگار که شما را به این سرزمین آورد و شما را تعیین کرد که بر این سرزمین و بر مرد سرخ حکمرانی کنید. این انتخاب برای ما معمایی است. هنگامی که تمامی گاوهای وحشی سلاخی شدند، تمام اسبان وحشی، اهلی و مناظر تپه های بلند ننگین از سیم های سخنگو، کجاست دارکو؟ رفته است. کجاست عقاب؟ رفته است. چه معنایی می دهد خداحافظ گفتن به اسب و شکار، فرجام زندگی و آغاز باقی ماندن؟ پروردگار با انگیزه‌ای به شما، بر حیوانات، بر جنگل‌ها و بر مرد سرخ فرمان روایی عطا داشت. این انگیزه برای ما معمایی است. شاید می توانستیم جواب آن را دریابیم اگر واقف بودیم به رویاهای مرد سپید، به امیدهایی که در شب‌های طولانی زمستان برای کودکانش تصویر می کند، به رویاهایی که او در خاطر ایشان شعله‌ور می سازد، آنچنان که بی صبرانه مشتاق دیدار صبح می شوند. اما ما وحشی هستیم و رویاهای مرد سپید از ما مخفی، و چون از ما پنهان است، ما هم به راه خود ادامه خواهیم داد، زیرا که برای ما از همه چیز معتبرتر حق هر انسانی است به زندگی، آنچنان که آرزویش را دارد. بدون تأثیر او به گونه دیگری از برادرانش است، اما این چیز زیادی نیست که ما را به هم پیوند دهد. ما تقاضای شما را اندیشه خواهیم کرد و اگر ما آن را بپذیریم، تنها به خاطر آن است که شما تعهدتان را در مورد جایی که قول داده اید انجام دهید. شاید بتوانیم ما در آنجا واپسین روزهای خود را به روش خودمان به سر آوریم، هنگامی که آخرین سرخپوست از روی زمین محو شود و خاطره او تنها سایه ابرها باشند بر روی مرغزار. روح پدران ما در این ساحل و جنگل‌ها زنده خواهند بود، چرا که آنها دوستدار زمین بودند، به گونه نوزادی که عاشق تپش قلب مادرش است. اگر ما زمینمان را به شما واگذاریم، دوست بدارید آن را چونان که ما دوستش داریم. حفاظت کنید او را آنچنان که ما حافظ آن بودیم و با تمام قدرتتان، تمام قلبتان و تمام روحتان
حفظش کنید برای کودکانتان و دوستش بدارید، آنچنان که خدا تمامی موجوداتش را دوست دارد. زیرا که یک امر را ما خوب می‌دانیم، خدای ما همان خدای شماست و این خاک برایش مقدس میباشد. حتی مرد سپید هم نمیتواند از سرنوشت نهایی سر باز زند. شاید واقعا ما با هم برادریم. خواهیم دید، خواهیم دید، خواهیم دید.